تو یک شب زمستونی نوامبر سال 1930 اتفاق عجیبی در روستای آنجیکونی کانادا افتاد که هنوز تا به امروز راز اون فاش نشده. لابل یه شکارچیه که مدت‌ها در اون منطقه شمالی کانادا شکار می‌کرد. در اون روز طبق معمول در حال شکار بود. اما وقتی به روستای آنجیکونی لیک رسید، شوکه شد. در تمام خونه‌ها باز بودن، آتیش‌ها روشن و هنوز می‌سوختن، ولی حتی یه نفر اونجا نبود. غذا هنوز گرم روی میزا بود، تفنگ‌ها آویزونه روی دیوار. انگار مردم فقط بلند شدن و در یک لحظه غیب شدن. وقتی مأمورا رسیدن، فهمیدن سگ‌های گله از گرسنگی مردن. قبرها باز شده بودند ولی مرده‌ای داخلشون نبود. لابل در این مورد میگه: من به دفعات به این روستا سفر کردم و بین 2 تا 3 هزار نفر جمعیت داشت و لحظات خوبی کنارشون سپری کرده بودم و استقبال گرمی ازم میشد. ساکنان روستاهای اطراف اشاره کردند شب قبل نورهای آبی و سبز در آسمان می‌درخشید. بومی‌ها گفتند روح آسمانی اومده بود تا آدم‌ها رو با خودش ببره. بعضیا معتقدند شکارچی دروغ گفته و بار اولشه به اون منطقه اومده. از اون شب تا امروز هیچ کس نفهمیده اون اهالی کجا رفتند. اما شکارچی میگه هنوزم بعضی شبا صدای آوازشونو از توی برف میشنوه. نظر شما چیه؟ با ما تو کامنتا به اشتراک بذارید. و اگر از این سبک محتواها خوشتون میاد، لایک و سابسکرایب کنید تا پرقدرت ادامه بدیم.